چه مکمل هایی برای تنبلی تخمدان خوبه؟ مکمل هایی مثل زینک، ویتامین د و اینوزیتول خیلی برای اینکه بدن خودش بتونه تا حدی هورمون ها رو تنظیم بکنه و سندروم پولیکیستیک تحت کنترل باشه خیلی مفیده. پس اگر همکارای ما به شما درمان های مکمل میدن جدی بگیرین و در واقع توی خونه فقط انبار نشه، خریداری بشه، انبار بشه. حتما روزی یه دونه ویتامین د 3000، روزی یه دونه کپسول زینک و دیده شده کپسول زینک به میزان 15 میلی گرم گاهی میتونه هورمون مردانه رو کاهش بده. یعنی این یه چیز ثابت شده تو آزمایشات جدید بوده، هورمون مردانه رو کاهش بده، علائم در واقع اون آندروژن بالا تو بدن یه خانوم رو بتونه تخفیف بده. اینوزیتول که حالا به شکل آی پی 6 یا اینوفولیک همکارا تجویز میکنن، هم بسیار مکمل خوبیه برای اینکه ما بتونیم تا حدی در کنار ورزش و ورزش های هوازی و کاهش وزن میتونیم خیلی وقتا فقط با مکمل سندروم پی سی او رو درمان کنیم. ممنون از توجهتون.